سهراب سفرزاد آوازخوان شورتیار تاجیک که او را معین تاجیک نام می بردند 10 سال قبل دوم دکابر سال 2010 در سن همگی سی از عالم چشم پوشید. سهراب سفرزاد با پیروی به سبک آوازخوان شناخته ایرانی معین وارد صحنه شده و در یک مدت کوتاه با آواز شیردار و ناتکرارش به یکی از ستاره های رده اول استراد تاجیک تبدیل یافت. از پنجره داری نگاه، صنم، یاد تو، شبها، تو عزیز دلمی از ترانه‌هایی است که نام این آوازخوان را در خزینه طلایی استراد معاصر تاجیک ثبت کردند. ابتدا طبیبان سکته قلب را علت مرگ سهراب سفرزاد گفته بودند، ولی بعد نیم سال مرگ سهراب سفرزاد مقامات اگنتی مبارزه با مواد مخدر تاجیکستان گفتند آوازخوان شناخته به علت استعمال داروی امفتامین جوان مرگ شده است. از پرونده مرگ سهراب سفرزاد شب دوم دکابر سال 2010 جسد سهراب سفرزاد به مرکز ملی طبی تاجیکستان آورده شده است. نام برده شب نهم و دهم دکابر در منزل زیست سبزعلی حیدروف واقع در کوچه اسپیچک 2 M16 بنای 1 حجره 25 در حالت مستی وفات کرده است. از خون سهراب سفرزاد همچنین اسپریت ایتیل دریافت گردید. سنجش پروکراتور نویه سینای شهر دوشنبه معین کرده است که سهراب سفرزاد همراه رفیقانش در مرکز دلخوشی سیمین شهر دوشنبه نوشاکی اسپریتی استعمال میکند. همو هیچ نفری از همراهانش نمیدانند که آوازخوان مواد سنتتیکی را کی استفاده کرده است. آنها در دست سهراب تنها شیشه پیوا را دیدند. جهت معین کردن اینکه سهراب سفرزاد مواد سنتتیکی را از کجا دریافت کرده است سنجش ها نتیجه ندادند. همسر، مادر و دیگر نزدیکان سرانه گفتند که در مورد استعمال و از کجا دریافت کردن مواد امفتامین از جانب سهراب معلومات ندارند. ساعت 4:30 سهراب سفرزاد در حالت مستی به خانه شناسش سبزعلی حیدروف می رود. صبح روز دوم دکابر سال 2010 وقتی صاحب خانه او را از خواب بیدار کردنی می شود الکی نفس نمی کشیده است. به همین دلیل در مراسم جنازه سهراب سفرزاد سنه 11 دکابر سال 2010 در مسجد محله حیات نو شهر دوشنبه یک قسمت اساسی مویزه حاج اسماعیل پیر محمدزاده یکی از روحانیان معروف تاجیک هم به نگرانی از پنشوی استفاده مواد مخدر میان جوانان بخشیده شد. او از جمله گفت جوانان عزیز، استعمال مواد مخدره انسان‌ها را از معرکه انسانی میبرارد. وقتی انسان از استعمال مواد مخدر میمیرد او گویا که به خودکشی دست داده است. امروز گوشک تلفن را میبرداری میگویند که سهراب سفرزاد مرد. فردا نوبت من و شما است. فردا ما و شما را بالای همین چهارچوبه برداشته میارند. خدا نکرده اگر جوان به استعمال مواد مخدره مشغول باشد گوشتان را بگیرید و توبه کنید در نزد خدا. سهراب سفرزاد وقتی از عالم رفت که روی البوم نو ترانه‌هایش کار میکرد. این البوم ترانه‌ها و همین طور همه دیگر نقشه و آرزوهای این آوازخوان جوانمرگ ناتمام ماند. جنازه سهراب سفرزاد را روز 11 دکابر سال 2010 در آرامگاه محله مهرآباد به خاک سپاریدند.